داخل موتور هم دینام، تصمه، شمع‌ها، وایر شمع‌ها، کوئل‌ها، هواکش هر چیزی که قابل تعویض بوده و مصرفی بوده تعویض شده. ماشین با تک استارت روشنه، هیچ مشکلی نداره و دیگه کار خاصی نمیخوایم روش انجام بدیم تا زمانی که بیاد روی چرخه خودش. بعد از اینکه روی چرخه خودش اومد این سپر تعویض میشه. این سپر که تعویض شد به رنگ فابریک، سپر نوش هم گرفتیم گذاشتیم تو انباره، اون قسمت آخر گذاشتیم که سپر که تعویض شد بعدش هم گاردهای محافظ چراغ‌ها میاد روش. گارد خیلی خوشگل داره، گارد جلو، گارد عقب و سیستم کاملا نو میشه. We want changing the suspension system in the front of this car. Upper arm and lower arm have the problem with the pinout and this shock absorber leak the oil. It's broken. And we want to change this bearing of the front, and the bearing with the ABS system must be changed.